وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على أحد من أوليائك وعبادك الصالحين، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. الله أكبر. اللهم إن هؤلاء المسجين قدامنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك نزلوا بك وأنت خير منزول به. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، وأنت أعلم بهم منا. اللهم إنهم وإنا لا نجيرهم ولا يجيرنا منك أحد، ولا نجد من دونك ملتحدا. اللهم اغفر لهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم ارحمهم، اللهم احشرهم مع محمد وآل محمد، اللهم أعل درجاتهم في العليين، وصل على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. الله أكبر. رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات. همینک وداع رهبر محبوب و عزیز و بزرگوار انقلاب با رئیس جمهور شهید، امام جمعه شهید، وزیر امور خارجه شهید و استاندار انقلابی شهید و همراهانشان عرضه می داریم آقا جان سر شما به سلامت که شما نوح کشتیبان و امید ملت ایران و جهانید. همه با هم حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست. این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده. ای پسر فاطمه تسلیت تسلیت. خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. من تقاضا دارم از عزیزانی که در خیابان قدس و خیابانهای اطراف به سمت میدان انقلاب مبدأ تشییع پیکر شهدای خدمت تشریف فرما میشن با متانت و آرامش از خیابانهای نامبرده به سمت جنوب و خیابان انقلاب حرکت کنند. ازدحام جمعیت مشتاقان و دلدادگان این سید بزرگوار، سید محرومان و سید شهیدان اهل خدمت همه آمده اند برای تجدید بیعت. مسیر تشییع پیکر ابدان شهدا از میدان انقلاب تا میدان آزادی است و سپس مراجعت به مشهد مقدس و تشییع با شکوه ان شاء الله در مشهد مقدس
و آرمیدن آن بزرگواران، شهیدان خدمتی که تا لحظه آخر لباس خدمت کفن آنان گردید، در کنار و جوار حضرت سامن الائمه آرام خواهند گرفت. من تقاضا دارم، این رو مؤکداً عرض میکنم، در هنگام خروج از دانشگاه و خیابانهایی که منتهی به خیابان انقلاب می شود و میدان انقلاب مبدأ تشییع ابدان شهدا، عزیزان با آرامش، با طمأنینه انشاءالله حرکت کنند تا خدای ناکرده اتفاقی رخ ندهد. پیکرهای مطهر بر بال ملائک و بر دوش مردم ایران امروز تشییع خواهد شد برای قدر شناسی از خدمت 33 ماهه رئیس جمهور محبوب و شهید و عزیز. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. چشمان ما اشکبار است و دلهای ما محزون، اما در کنار این شهید با او عهد می‌بندیم که لحظه ای پرچم خدمتی که برافراشته بر زمین نخواهد ماند. وداع با سید ابراهیم رئیسی، وداع با آیت الله سید محمد علی آل هاشم، وداع با شهید حسین امیر عبداللهیان، سردار شهید سید مهدی موسوی و شهید والا مقام مالک رحمتی، استاندار قهرمان انقلابی، شهید والا مقام سید طاهر مصطفوی و شهید والا مقام محسن دریانوش و شهید گرانقدر بهروز قدیمی. کاروان شهدا از جنس سادات بر روی دستان شماست. فریاد میزنیم یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا. قطعاً و یقیناً